دلچینی سر فلک محکم میگیریم اینجا گار بگی ما بازی خیلی مراد کردم دیشب بس بخونه دیشب با ما شویمونده نگادشتی بیدم این خوربند نقطه شویمونده رو همار پاک بخورده او روز دیگه بخورده میرم به طرفی که این دونه بودم یا این وا کنم با کلمه پر تاس تو دست لکایه لکایه خب ما به تو تا به چی اندازه مرآت کنم های تا به چی اندازه من مرآت کنم خودتونو لنگک نزدی که گردانه ما بند باشه امروز روزی هست که 10 تا از این چوب مگرم به می کفاپاتو خورده شه های به تو نگوتون که خوناق نکن کشکو سرفلکه دلچینی سرفلکه مخم بگی صبر کن ما با عرض نمیفهمم ما با عرض نمیفهم که تو علی عرض کنی یا معذیرت خیلی کنی از من چند دفعه ما به تو گفتم های چند دفعه به تو گفتم من تو آیا با می شکم هم دوی سوخت شکم میگه سوخت فرزند بیتر خودی بگبزه همالی هم میگم خودتو زدنی هم صبر کن میزنه خروسه بگی کشکو سرفلکه کشکو یا بگو بد کردم یا بگو دیگه شای مونداگی لکه نمیخورم بگو بد کردم شای مونداگی لکه نمیخورم بگو بد کردم دیگه شای مونداگی لکه اونه بی زبونه بسته کردی ایر به فلک میکنم که چکار کرده که تو فلک میکنی این بیامده برفت شای موندا من نگاه داشتن که من بخورم سو وقت گوشنه برفت پاک اونا رو بخورده اونا رو همه تقوری بدارن الکو واکنی ایونه بی زبونه فقط میگی هم برارتون که خودت چیش میچینی خود چرا میره میخوره عقمه بابا جانی که آدم نیه که وقت زبان بفهمی ایونه بی زبونه چی میفهمه عقل بیگه پاک نمیکشه عقلی به خورده میفهمی تا به شکمی و کیچیری گوش تلند باشه میفهمه که اینا کیچیری گوش تلند و یا نمیفهمه که اینا گیلکه واکو ایونه واکو اینا گیلک بگذاره که یک چیش ترسونی بکنم این بگذاره بابا جان گناه داره ایونه بی زبون کلیت کار نمیکنه یک چیش ترسونی بکنم بگه بفهم دیگه با تو میگم الکو یک چیش ترسونی بکنم این بابا ای به چیش ترسونی چی میفهمه کل خراب میفهمه بابا برینج خوردم میفهمه نمیفهمه یه اون بس گاب نمیفهمه که تو برفتی اونجا بگریشتی چه منداتور بیامده بخوری به زبون چی میفهم آخه اگه به زبون نمیفهمه میرم من که دوناتم یا تا قال بیرو کنم تا قفس بیرو کنم چرا تسل من نول میزنه هو از خود دفاع میکنه من از برینجا خود دفاع میکنم آخه تو برنجا خود دفاع میکنی الکو گله جانی گپار اعصاب من خراب نکن شما یک دقیقه دست من نگیریم بابا الکو نکبر سر الکو یک دقیقه دست من نگیریم خواهشونه بگه بفهم دیگه با تو میگم ایونه بی زبونه الکو دیگه بگو چاشم دیگه الکو نگه ایونه بی زبونه دفعه آخر بگیم بزور دفعه آخر تو باشه هی کیو بگه فهم میفهم که دفعه آخر باشه الکو صبر کن یلا نده واکلنگیا دفعه آخر تو باشه ما با تو یک کلمه گپ بگم تو به کجا کلون شدی ما به سراخو به سراخ کلون شدی یعنی تو حال دیگه بم چیشون بدیدی که ایونه کس بیه فلک کنه ها ایونه که نفهمه ها آخه بیا ایون نمیفهمه ایون اگه زبون میدیش فهم و شعور هم دیش ایون خود زبون نداره پس چرا بجو میگم کیشه میفهمه خب به کیشه او ایسیونه او دیگه فهمیدگی نداره تو به کیشه میفهمه همون از ترس اینه که تو می کیشه میترسه پس میره یا اوی طرف میره یا او طرف میره خب پس چرا داره که میگه خود میگه کت 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 آره دیگه تو میگه که من زاد ولاد این مرغ به تو بگم که چه ایت چریوته یله کو ایونه برو بس سر جای بسرا با تو خود بکنه این دفعه بلیاس همین برار ما صبر کو تو وارا برو تام قول ما قول ودا دلچینی ودا ببرگه برو واقعا خوب برو خودتو نکو برو خودتو بغل خود برو ساجد سیکو میبینی زد داره میگه میخورم بازم شای موندا این چم داره که تو رو بزنه که تو خاطر رو پای رو فلک کردی سیکو خودتونو مرغ برو سر به تقاله برو بده زود باش برو بگی که شما خراب نکنه سیکو حد مقبول بگیر اگر برو بدم قالی لکنه که گلار همه خراب میکنه
هم هر چی که بزی میگم بلکه بگه بفهم بازم نمیفهمه. مرغ حیوانی بیماره با فلک کرده. عباس عباس یا میگم سگو گوش کشی میگم برو با باغچه دویدکده خوب برای ما مشاغل بگو که آقا گفتم بیاین که خودم امرو برین که گنجه یک سه چهار تا گوسپند میستونه که به خاطر لندی میکنه و خیش شده که گوسفند میستونه؟ آه بفهمیدی که چی گفتم؟ آه بده دیگه دویدکده خوبه عمال برو دیگه عمال یار برای ما مشاغل بگو زودتره که سگو بگو بیا که میریم واسطه که ما دیر میشه خوبه عمال بیا یا نه برو سگو تو بگو عمال بیاین که میری بخیر شو خدا فیل جریان خوب چیزی بیده پشکم هم فیلم بدش تو شم بیا اینجا گل اودی باغچه اودی سوکو میبره بر دیگر مکنده بخرم این چی بخرم میگم سر گلو گنده روش میکنم انت باغچه مشاغلش تنی خوی بخیر سلامت نه هیا یا قشنگ پرتازه گار کنم که این گذشته بله کردشی بله مشاغل بله من پیام را کردن گفتن برو پیش با مشاغل خوب انا گفتن شما بیاین که بریم یک سه چهار تا گوسفند لندی میستونم پیام خوب بله خاطر گفتن شما میفهمین به گوسفند خاطر من میفهمم بله چند تا مایم یا 100 تا یا 4 تا مغز چیزا شاید بستونم خوب آها میگم ریمم پیاتو نمیشه که بگم هم کله پاچه خود پس اگه بدیم چیکار میشه کلا پاچه او خب گپین یا ما هم خونه کسی نمیخور بفهمیدین کلا پاچه خود یک جگر میگم و پیار خود که به شما بده خوب تو نمیری نه تو نرو دیگه باغچه رو دیگه که واسه من میرم اونجا ما همین سرایم بله آقا تو بله برین دم سرا بران من میرم خوب انا من میرم بله بیچارگک باغون ما بری سفید خو عذر زهری میکنه میگه می کله پاچه رو بدیم برای من مادر میگه اصلا کله پاچه به تا دیگ نمیندازم این بیچاره سگو زهری میکنه که اونا رو بدیم برای من خدایا این مسکینای غریبا خود تو از پریشانی نجات ده